مرد اگر زن داشته باشه مقصد با زینو کنه چی گپ میشه؟ زینو کنه با مگر هم برای زنی حلالی شایسته اینا نکاح زندگیش برای زندگیش برای میره و این نمی چیکار بگیم یک تبریز خوش رو که پیش یک خردمه پرتوی میخیله در این خواب پاگه بعد میخیلش زندگی هم خیلی میشه انا اون نکاح میکنه بعد همون زینه کرده انا بعد مثلا چند بار نکاح کردن میگه طلاق حساب نمیخوره چی؟ همه میای آخی طلاق کنه باشه بعد نکاح رو برای چی میکنی؟ значит اگر همین سه بار همین حالت بشه بله تمام دیگه اون نمیتونه بله سه بار اگر زینو کرد جن طلاق حساب میکنه سه بار نکاح کرده زینو کرد بله آخه همین زینا را خودشم خدا لعنت کنم زیناکاره همین جامعه را هرچی خراب میکنه زینا میکنه هر بدبختی به سر همین مردم میاد پشتی زینا میاد زینا بدبختیش در چیه که کسی قطعی زینا کردی حتما به مادر و به خواهر و به زنت زینا میکنند زینا را جوابش هنمیه برای همین زینا بسیار بدبختی های زیاد داره برادران اگرچنده که امروز روز به روز در جامعه ما زینا کردن بسیار کاری آسان شده ولی از یک چیز دیگه هم حذر کن در کار که در بین همین دخترکای بیراه اکثریتش با بیمارن خدای نکرده با همون بیماری بمبری دیگر که خدا پرده کنه که وای به حال همون کسی که تر دبر هم میبرن میگرونن حرام میمرن او حرام که حرام ای اون او قورستان دا گپای اونم جناب همسایه‌ای که میبرن دبر یا همسایه‌ای که میبرند وای به سر نو بیچاره همین همسایه گنده را در همین دنیا رنگ نموش بیزاری اونجا دم همین خیلی همونجا هم همین همسایه در کار نیست نه در زندگیش دادر عزیز او احترام قدر دارن نه بعد مردنش ولی همین لایق شیرالی خدا رحمتشون کنه مردن کو در کلیاتش میگه خدایا همنشینی عاقلان کن خدایا همردیفی عادلان کن با گورستان از آن روزه بخسبم مرا همسایه صاحب دلان کن حتی در گورستان هم اگر دنیا گذشتم هم یگان آدم های صاحب دل آدم های پاک باشه یک کاش که همسایه هم یاشم ما چی داریم؟ بگویی از سوال دیگر همین اولادور شدنیه مادر مادر یکون کسای معقول میکنن پشت هم دخترک که معقول نیست همیشه یکون ایرا ای خیلی داده در شریعت میگه انا ما در کتاب های نکاح داریم که آدمی با بالغ پدر و مادر حق مجبور کردن ندارن خود بچه باشه خود دختر یعنی دختر و من حق مجبور کردن ندارم که تو فلانی را میگیری یا اینکه بچه من همچنان همین در شریعت نیست داده است فقط در ما مردم همین چیز از بر وقت آمده است که همین پدر و مادر کسی را که دادد تو دیگه مقصد سرکشی نکن لیکن همین از روی شریعت خطا از روی شریعت خطا باید که دختر و بچه برای چی در شریعت میگه یکدیگر را ببینن انما یکدیگر را دیدن به معنای همینه که یکدیگر را معقول کنن اینا که قطعی پدر و مادر مثال چی کردن در کار که پدر و مادر رو فهموندن عقل باشه اگر فرزند هم میپرسد بچه هم مثال فلانی را میتیمه درازی هستی یا نیست با عقلش هم میخیله حاضر برای که یعنی اندک زندگی ده بچه حاضر میگه خیلی خطان کدینو میگه چکا کنم برای از این ملامت دور شدن باید فرزند اختیار مونه باید فرزندم باید در اختیار زنم
باید خطا نکنه. ببینش که از سر فیزیکش زورای همین کاسمتیک قدور زده همین فیگورای زور داره بگه انا میرم میگیرم ایشم نمیشوه. ایشم نمیشوه. باید از زنی را بگیری با کی مقصد او زن ای دامن او زن بسیار وابستگی کلان داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است تنکح المرأة لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات دین تربت یدا. گفت زنها را به خاطر چی میگیرن؟ به خاطر جمالشون. میبینم به حد سر سکه خشو داره میگم من میرم میگیرم. یا تا دیگهش میگم میبینه که پدر برادراش زورن پول دارن منصب دارن میگه ایرا گرفتن در کار مثال این پشتی همین مثال برادرش پدرش خورده میگردی. سیمش گفت زنه که به خاطر مالش میگیرن. بعضی زنها هست که مال دارن. خب میگه مال دارم به خاطر مال داری. چهارمش گفت به خاطر دینداریش میگیره. بسیار دختره که با سطر با حجاب دختری مثال کوچگرد نیست دختری نمازخوان خب بسیار دختری مقصد خدا ترس انا میگه اینا پیامبر تو فعلیکم بذات دین دیندار جدا که دستت بالا میشه خوشبخت میشه. برای همین دادار عزیز در مسئله زنم باید انتخاب دام خطا نکنین. انتخاب دام خطا نکنین زیرا که این زن بسیار نقش مهم میبازه. خداوند در قرآن میگه نساؤکم حرث لکم. زن ضمیر زمین ای. یعنی زمین ببین هر خیل زمین داره. ولی ببین ما همین رسیو چند بار رفتیم زمین های رسی را به حد صفت میکنن میگه به حد زمین های خوب داره. در او علف میبینی خب در اون نشع و نما میبینی زراعت زمین ای که زمینی خوبه. همین زنک میگه زمیر زمین ای. یعنی اگر زنک خوب باشه زمینی خوبه حاصل خوب میته. اگر زنی خوب نباشه او مثل زمینی مثال همون چیه او میگه شخصی میگه زمینی شوره سنبول بر نیاره در او تخم و عمل ضایع مگردان. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوربون خس. زمین خوب ده لاله میبراید زمین ناخوب ده هر چند مهنت هم کنی خس میبراید. تمام. بابای وجی اگر همین جیگون نفهمی شوا کی گناه گر میشه مقصد اگر زنی وقتی که زن قد نفهمی شید اگر نزیده نگرفته باشی گناه گر کی میشه با خاطر حرمت مادر مثال گرفته. البته آخه هم کلمه برای چی گفته استم آخه برای چی گفته استم لیکن وقتی که اگه کار تا جای آمده و نکاح کده گرفتیش شریعت اجازت میده. در شریعت سن سال اعتبار نیست. سن سال اعتبار نیست. این کار داده رو که وقتی که مثال زن در مردم ما در عرف ما این چیز قابل قبول نیست که زن ای مرد کلام باشه. همه وقت زن ای مرد باید خورد باشه. همین خیلی در چیزی ما همین داخلچی داره زنی کلان گرفتن رنگی که گویا که در همین بچه یا در همین اویله یکم کم بوده این خیلی قبول دارنده. اگر بگیری چی؟ خیلی بگیری ما گفتستم شریعت اجازت میته. شریعت اجازت میته. اگر نمیداد پیامبر از خودش کلان نمیگیرید. لیکن همه با مصلحت باشه. مصلحت کلانترا بسیار مهمه. بسیار نقشی مهمه بوده. کلانترا مثال روزی نیست کم ترکنه که میگیری هم دختره که میبینن هم کلان هم باشه که میبینن با عقلای قربونی خونده حرمت خسر خشتومن بعد روزی میشم دل نیشیده با ایشی میشم ایش فیزیت اول دیگه روزی نیستم پنجو نه پنجو بعد کی میگیری روزی چوب هم خیلی بیننده ختم بینیم یک کاری کنی که خفگی نشود. همین خفگی نشود. دو اینه که پدر و مادر بسیار لازم ایده زندگی دارد. همین فرزن پدر و مادر راضی کنن میتونه پدر و مادر را تاکی دیرش بدراید
як зора таваллуш кунад аммо ҳам иншоалло барои хотири фарзанд ҳамаи кор дар изогӣ метавад. лекин ақли падару модар ҳам доим мақсад ҷоиз. падару модар ба зиммаш фақат тарбияи фарзанд аст, номи хуб гузоштан аст, фарзанда хатна кардан аст бача бошад ва ба худо шинос кардан аст. зан додани фарзанд ба зиммаи падару модар нест. яъне дар гардани падар ва модар ин нест ки бояд фарзанда ӯ зан бита. зана фарзанд бояд худаш кор кунад бигирад аз мувофиқи шариат. вале падар ё модаре ки барои фарзанда зан додан маблағ ҷидо мекунад, ҳаракат мекунад, хай як ҷавонмардия, як кори хайр аз тарафи падару модаре. лекин ин хел бугӣ вазифаша бояд мара зан бита, ӯ вазифаи ӯ нест. бобоё як савол, ҳамин мард агар зан дошта боша мақсад бо зино кунад чӣ гап мешавад? зино кунад бо